برش ویدیو جور نمیدیم. بیادبی بسیار مف دوست عزیز. میگه چیز است کی القیش در گردن کی. کس از خود میده، کس از خود مفروشه، کس از خود تن فروشی میکنه، کس از خود فاحشه‌گری میکنه، کس از خود مردگری میکنه. تو را چرا زور میده؟ کنه تو چرا میسوزه؟ من در این ایران هستم، چرا تو را درد میکنه؟ من در این ایران هستم که من نه دختر خاله تو، نه دختر مامای تو، نه دختر کاکای تو، نه دختر عمی تو. کنه تو چرا میسوزه اگر ما رقم که میکنیم؟ یعنی چرا دردت میکنه؟ دل ما هر کاری که کردین به تو چی ربط داره؟ چی ربط داره برات؟ من میره نفهمیدم ربط برات چی داره؟ ها؟ خجالت بکش یک ذره. کم شرم کو، کم حیا کو، کم یاد بگی یک دختر افغان بیاب کردنش بسیار آسان است. وام پس دوباره بیابت کنه وام بسیار آسان است. نه بر مادر بونه، نه پدر بونه، نه خوار بونه، نه دیگه. ولی مهم گپی است که چرا همی تو سرگری میکنی؟ فکر کنم سر افسون چیزی را ثابت کردن نتونستی پشت من رکتی. ولی من افسون خب بسیار حوصله داره، بسیار بی غیرت است. معلوم دار که بی غیرت است دیگه. کامنتا بیاب شده که مردم بیابش کرده. او غیرت است کجا که تو بی غیرت، بی وجدان، بی فامیل از هر چیز ما خبر داره که ما در کجا زندگی میکردیم و در کجا. ویدیو بالا کردن سر یک کس یا سر یک دختر یا سر یک زن من این چیزا را یاد ندارم که بکنم. و امروزم هدف ما یک نفر نیست، هدف ما برای تمام کسایی که مرا میبینه امیال لازمی صفحه خودم براتون یک گفتنی دارم. در طول 10 سال 11 سال 12 سال هر قدر سال که شد شما یک گپ فقط پیدا میکنین سر از اون هر روز ویدیو بالا میکنین، هر روز رو در صفحهتون نشر میکنین. دوستای عزیز، دوستای گرامی، وقتش رسیده که همونطور که سال نو میشه شما می کاراکترایتون نو بسازین. یگان ویدیو گکای نو، یگان عکسکای نو پشت ما را بگیرین، یک ذره کامرا ممرایتون را پشت ما بگیرین بگردین، یگان چیزای نو پیدا کنین او رو بگیرین پرتین کم دیگه هم دوست از بانا بین مشهور شاین گپا تا بالا. و خاصی ویدیو خودم برای دختر جور کردیم که برای زنگا بگیم گفتم که خاله جان تو خود تقدم بنده که بخاطر که ما تو زمین و آسمان فرق داریم. تو اگر 4 دانه مثل خودت گنبشک میشناسه، مرا هم 5 نفر 6 نفر مثل خودم مقبول میشناسه. خب ما فقط هم ویدیو تا انداختیم که سعی که خوراک بدون سرجری هیچ گویی هم نیستی. و مو تمام جای تا جرایی کردی خیر خوب از هر کس میکنه، ولی میکنه تا بسیار کلان جرایی بسیار بدرنگ کردی. بخی بدرنگ از بخیم تو میزنان خوری وارستک کمایت هم کنشت کار جور کردی. سو بیکی فول بر من فرق نمیکنه من هنرمند بودم، هنرمند هستم، باید انطور گپا نزنم انطور گپا نزنم. I don't care. اوکی بیابت میکنم این دفعه اگر کدام چیز درباره من داخته. امروز یگانه روز خسته کن در زندگیم دوست عزیز که تا بالا تیر نمیشه. من نمیفهمم علتش چی است، اما بسیار خسته کن است این روز، بسیار زیاد. و من گرچه اقدر تحصیل ما بالا نیست، من نه درس خواندیم زیاد و نه انگلیسی را خواهیش نخواندیم. من مقام که یاد دارم من میجا دمی که تا دوستای طرف گپ میزنیم درسان آمدیم فهمیدیم. ما خیلی در قسمت مکتب مشکلات زیاد را دیدیم. ما نخواندیم صحیح درس، چون که ما همیشه وقت گاهی در بغلان، گاهی در پلخمری، گاهی در کابل، باز بعد از کابل دیگه اینم در مسافرت و پاکستانی طرف درس خود مکمل نخواندیم. مرا کلگی میگفت که دمو خورترکی که من خورد بودم سن من معلوم میشد یک 26 27 ساله بودم. یک نمبر است که ولی زمانی که عقلت اگر ما سن ما کلان می بود در اون وقت من شاید میفهمیدم که نام ما چی معنا میده. من شاید در رسانه اشتباهات زیاد نمیکردم. اگر مردم شاید ببینه دوستا زیاد ببینن این برنامه را، اگر شما مثلا همیشه وقت سر سن ما میان گپ میزنی، همیشه وقت سر چی میگن چیزایی که از دان ما اشتباه رفته از رو میان گپ میزنید، باید بفهمید که من در اون وقت بسیار خرد بودم. من یک گفتم من قنادان بودم که من نمیفهمیدم نام ما چی معنا میده. از من در یک رسانه سوال کرد فرزانه چی معنا، میگفتم مچ دیگه این به این معنی من خرد بودم. تحصیل ما هنوز من صنف 8 مکتب نبودم، صنف 9 مکتب هم نبودم، فکر کنم صنف 7 بودم. السلام علیکم، چطور هستین دشمنا؟ خدا کنه که جور صحتمند باشین. تاریخ 25 مارچ را فراموش نکنین. دوست عزیزی مکمل ظلم که به حق میایم شد. ماشم که خاکلگی گفت که خوبش است دوستایا، گفت خوبش قیچی کردم مگم بسیار کوتاه شد. یکای زلفکای
کوتاه شد، خدا کنه که باز زود دراز شوه. بس خیره دیگه، یک چیز نو، یک کمک اور چینج، رنگش و ستایلش. نظر بتین در کامنت. ما جگر خون است. سلام دوست عزیز، آرزو میکنم که جور صحتمند باشین. عید از صمیم قلب برای تمام شما هموطنان عزیز تبریک میگم. آرزو میکنم یک عید خوب و خوش در کنار خانواده هایتان داشته باشید. عید مبارک. دوست عزیز سلام برسه، خدا کنه که جور صحتمند باشین در هر جای که هستین. خداوند ما شما رو نگاه کنه، بسیار مردم بخیل هستیم. باشه خطاکای گلون خدا پود کنم زیاد بدم میتونم چوری خطا را پیدا کردیم. بر صورت بسیار مردم خراب هستیم دوست عزیز. من یک آهنگ از یک کس را خواندم، لپسین کردم، انداختم، پشت مرا گرفتین که آشتی میکنی، که جنگی میکنی، که مچمی میکنی، که او میکنی. چقدر شما مردم حوصله داری به والله قسم، چقدر بیکار هستی به خدا قسم، چقدر وقت زیاد دارین به الله قسم. مگر ما برتانم میگم ما که هیچ کس پرابلم ندارم، که هیچ هنرمند مشکل ندارم. یگان گپکا بین مردم می باشه، بین هر کس می باشه، مزر نیست شما را قدر دیگه دامن بزنی. یعنی خلاصی گپ دمی آخر برتان بگویم بسیار بیکار مردم هستی، بسیار بیکار هستی. خداوند هدایت کنه شما را، خداوند نگاهتان کنه. ولی با این رقم اخلاقایی که بین تیک تاک ما میبینیم از شما مردم که می کامنت میکنین، چتیات نشته میکنین، گپای ناق نشته میکنین، قصه مفت میکنین، خدا نگاهتان کنه. اوزار هر کس نگیرین، به خدا یک روز میزنه تان دمی کمرتان میزنه، نه دمی کمرتان میزنه. سلام دوست عزیز، خدا کنه که جور صحتمند باشین. میخواستم که باز برتان امی یک ویدیو را جور کنم، گرچه که همیشه جور کردیم و جای را نگرفته. اگر در لایف خود گفتم، اگر ویدیو جور کردم، شما دشنامای فضولتان از کامنت های ناقتان نماندین. خب برتان یک چیز میخواستم بگویم امروز، که شما هر قدر که کامنت میکنین، تخریب میکنین، به مردم مسیجا میکنین، درباره ما پیام میتینی میکنین، اون میکنین، بلا میدم پستان امی هر چیزی که دستان می انجام بدین. من قصتان نیستم. Thank you. سلام دوست عزیز، خدا کنه که جور صحتمند باشین. میخواستم که باز برتان امی یک ویدیو را جور کنم، گرچه که همیشه